بچه‌ها توی ویدیو قبلی تقسیم یک عدد اعشاری بر عدد صحیح رو توضیح دادم. الان میخوام تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری رو بهتون بگم. این مقسوم الیه ما. نگاه میکنیم ببینیم چند رقم جلوی اعشار داره. یک رقم داره، پس من میام کل تقسیمم رو ضرب در 10 میکنم تا ممیز مقسوم الیم رو از بین ببرم و بتونم مثل همون تقسیم اعشاری بر عدد صحیح حل کنم. اگر دو رقم جلوی اعشار داشتیم ضرب در 100 میکردیم. حالا من اگر مقسومم رو ضرب در 10 کنم، یک رقم ممیز من به جلو حرکت میکنه. ممیز رو میزنم و چون دیگه رقمی نیست من صفر رو حتما میذارم. تقسیم بر 8 هم ضرب در 10 کنم میشه 8. حالا تقسیم رو عدد اعشاری بر عدد صحیح انجامش میدم. خب یک رقم نمیشه چون یک از 8 کوچیک‌تره، پس دو رقم جدا میکنی. دو که بگیری 2 8 میشه 16 تا. یه نکته که توی کلیپ قبلی بهتون توضیح دادم یادتون نره این ممیز رو به صورت خط یا نقطه چین حتما تا پایین ادامه بدین. خب حالا نوبت 3 شده. 3 رو میارم پایین. توی 13 تا چند تا 8 تا دارم؟ اگه 2 بگیرم میشه 16، پس زیاده، همون یک رو میگیرم. 1 8 تا 8 تا. از 13 8 تا کم کنیم 5 تا میمونه. حالا نوبت 5 که 5 رو بیارم پایین. توی 55 تا چند تا 8 تا داریم؟ 6 8 تا میشه 48 تا. اگر 7 بگیرم 7 8 تا میشه 56 تا، از این میزنه بالا، پس همون 6 میگیرم. 6 8 تا 48 تا. کم که کنیم 7 تا باقی مانده برای ما میمونه. خب به ممیز رسیدم. میخوام صفر رو به پایین انتقال بدم، پس این ممیز رو حتما توی خارج قسمت میزنم. حالا میگم توی 70 تا چند تا 8 تا داریم؟ 8 8 تا میشه 64 تا. 8 9 تا 72 تا 8 میگیریم. 8 8 تا 64 تا. 64 که از 70 کمش کنیم، حالا میتونیم یه دفعه کم کنیم، میتونیم اینو 10 کنیم، اینو 6 که این میشه 0، اینم جوابش میشه 6. اینجا 0 رو خط زدم میشه 10، 7 رو خط زدم میشه 6. 6 از 6 0، 4 از 10 میشه 6. حالا اینجا باید باقی ماندمونو که 6 دهم شده تقسیم بر 10 کنم. چرا 10؟ چون اینجا اومدم کل تقسیمم رو یه دور ضرب در 10 کردم که ممیز رو از بین میبرم. خارج قسمت من هیچ تغییری نمیکنه، اما باقی ماندم رو باید حتما اینجا تقسیم بر 10 کنم که جوابش وقتی داریم تقسیم میکنیم ممیز رقم به عقب برمیگرده، یعنی میشه 6 صدم. این باقی مانده، اینم که خارج قسمت که تغییری نمیکنه. یه دونه دیگه تقسیم براتون مثال میزنم که اینجا ما نخواهیم صفر رو خودمون اضافه کنیم و خودش عدد داشته باشه. تقسیم بعدی 8 ممیز 432 هزارم تقسیم بر 75 صدم. خب نگاه به مقسوم الیه میکنم، میبینم دو رقم بعد از اعشار داره، پس من کل تقسیمم رو ضرب در 100 میکنم. اگر این عدد مقسوم رو تقسیم بر 100 کنم، ممیز دو رقم به اندازه صفرای 100 میاد جلو و میشه 8 ممیز 842
3/2 تقسیم بر 75 صدم هم که ضرب در 100 کنم 2 رقم به تعداد صفرهای عددی که دارم ضرب میکنم میاد جلو و خود 75 میشه. خب حالا میخوام تقسیم رو شروع کنم. میشه تقسیم یک عدد اعشاری بر عدد صحیح. دو رقم منم نگاه میکنم. توی 84 تا چند تا 75 تا داریم؟ یک 75 تا 75 تا. چهار میشه 14. 8 میشه 7. خب حالا 3 رو باید بیارم پایین. یادمون نره خط ممیز رو تا پایین ادامه بدیم. خب توی 93 تا چند تا 75 تا داریم؟ یک 75 تا 75 تا. 3 میشه 13. 9 میشه 8. از 13 5 تا کم کنیم 8. از 8 7 تا کم کنیم 1. به ممیز رسیدم. میخوام دیگه 2 رو بیارم پایین. پس این ممیز رو توی خارج قسمت حتما میزنمش. حالا میگم توی 182 تا چند تا 75 تا داریم؟ اگر فکر کنم خوب باشه. 2 5 تا 10 تا. 2 7 تا 14 با 1 15. خوبه 150 شد. خب از 150 از 182 150 تا که کم کنیم 32 تا برای ما باقی میمونه. یعنی باقی مانده میشه 3/2. اما باید یادم نره باقی ماندم رو حتما تقسیم بر 100 کنم، چون ضربم رو یه ضرب در 100 انجام دادم. حالا باقی ماندم رو باید تقسیم بر 100 کنم که 2 رقم اعشار ما به عقب برمیگرده. چون هیچ رقمی اینجا نیست من دیگه باید 0 بذارم پشتش. یعنی یه اصل باقی مانده ما 3/2. من بخوام اینو 2 رقم به عقب برگردونم ممیز من اینجا قرار میگیره. میشه 32,000.